برای درست کردن دسر زعفرونی با یک طعم نوستالژی، اول از همه 3 قاشق پودر ژلاتینمون رو با 1/4 لیوان آب سرد مخلوط میکنیم، رو حرارت غیر مستقیم میذاریم به مایع بشه. بعدش 3 لیوان شیر رو با 1 لیوان سرخالی شکر مخلوط میکنیم، میذاریم رو حرارت ملایم تا قشنگ شکرمون حل بشه. بعد که شکر کامل توی شیر حل شد، هل و گلاب و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. من بهتون پیشنهاد میکنم که تو ریختن زعفرون حسابی دست و دل باز باشید و خساست و خرج ندید، چون که زعفرون یه طعم اصلی این دسر به زعفرون فراوونش بستگی داره. بعدش یه پاکت خامه صبحانه رو با 2 ملاقه از مواد مخلوط میکنیم کامل و هم میزنیم. من اینجا یادم رفت که با همزن دستی کامل مواد رو مخلوط کنم که ذرات خام توش حل بشه، ولی شما از همزن دستی استفاده کنید تا قشنگ خامه توی مواد حل بشه و ذراتی ازش باقی نمونه. بعدش در آخر یعنی پودر ژلاتینمون که بنماری شده رو به مواد اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم، با همزن دستی کامل مخلوط میکنیم. من برای چپ کردن قالبم از اسپری روغن استفاده کردم. شما اگر در دسترستون نبود میتونید از روغن مایع استفاده کنید، قالبتون رو کامل چپ کنید، بعدم مواد رو بهش اضافه کنید و حدود 6 یا 7 ساعت بذارید توی یخچال. بعد از 6 7 ساعت دسرمون آماده است. یه دسر زعفرونی خیلی خوشمزه و نوستالژی. نوش جونتون.